همیهنان عزیز، جوانان و جوانهای عزیز، شما در زمانی به دنیا آمدید که این ملاهای نفهم و کثیف قدرت ایران را به دست گرفته بودند. همه آنها را خوب میشناسیم. ملت ایران همگی مخالف آنها هستند، از آنها متنفرند. بنابراین من میخواهم از رژیم پهلوی حرف بزنم. شما فقط از این اون درباره آنها چیزهایی شنیدید. من که اکنون 74 سال دارم، شاه و خاندانش را خوب میشناسم. زمان شاه هم که پدر حمید رضا پهلوی بود، هیچ کس نمیتوانست نفس بکشد. اگر کسی خلاف شاه حرف میزد او را میگرفتند و به زندان میانداختند. پدر بزرگ ولیعهد رضا پهلوی نوکر دست نشانده انگلیس بود و محمد رضا شاه هم دست نشانده آمریکا. این قطار سراسری که از جنوب به شمال ایران کشیده شده و پل ورسک که برای عبور قطار ساخته شده است، شما آنها را یکی از دستاوردهای رضا شاه می‌دانید. به فرمان انگلیس و با پول مردم ایران ساخته شد. آن زمان بیشتر کشورها با هیتلر می‌جنگیدند، از جمله انگلیس و شوروی. از دریای جنوب ایران انگلیسی‌ها داخل ایران می‌شدند و با قطار سراسری به شمال و بعد به شوروی می‌رفتند. شوروی و انگلیس با هم متحد شده بودند تا با هیتلر بجنگند. اگر من درباره خاندان پهلوی میگویم، نه به خاطر پشتیبانی از این رژیم فاسد است، بلکه میخواهم بگویم شاه آنطوری که تبلیغ میکنن نبوده است. شما عزیزان حق دارید بدانید شاه و رضا شاه چگونه آدم‌هایی بودند. تا فریب تبلیغاتی که رضا پهلوی با آدم‌هایش میکند نخورید. اگرچه شما مردم ایران باهوشتر از این هستید که دروغ‌های آنها را باور کنید. شاه هم مثل تمام حکومت‌های استبدادی تمام ایران و مردمش را ملک خصوصی خود می‌دانست و هر کاری که می‌خواست می‌کرد. تمام اطرافیانش خیلی پولدار، دزد، فاسد و خوشگذران بودند، ولی مردم مظلوم ما در فقر و تنگدستی روزگار می‌گذراندند. یکی از این خانواده خانواده من بود. شاه برای اینکه بیشتر به مردم ظلم کند، صدای روزنامه‌ها و احزاب را خاموش کرد. شاه تمام روزنامه‌ها و احزاب ایران را بست و خودش روزنامه و حزب تشکیل داد. حزب رستاخیز که همه مردم ایران مجبور بودن عضو حزب رستاخیز شوند، وگرنه کارشان را از دست می‌دادند و راهی زندان می‌شدند. آن زمان من دختر 21 ساله بودم و مخالف شاه. در اداره دولتی کار می‌کردم و عصر و شب‌ها هم به خانه دیگران می‌رفتم و ریاضی تدریس می‌کردم. ساعت 10 شب به خانه می‌رسیدم. اونقدر خسته بودم که نمی‌توانستم شام بخورم و می‌خوابیدم. من فرزند کوچک خانواده بودم، ولی خرج مادر، 2 خواهر و 2 بچه خواهر را میدادم. نمیتوانستم کارم را از دست بدهم. بنابراین من هم عضو حزب رستاخیز شدم. گاهی رئیس کل اداره همه را میخواست و در سالن اجتماعات جمع میکرد که سرود شاهنشاهی بخوانند. من هم برای اینکه کارم را از دست ندهم به اونجا میرفتم، ولی سرود شاهنشاهی نمیخواندم. زمان شاه اگر از کسی کتابی میگرفتن او را به زندان میبردند. مأموران ساواک به طرز وحشیانه شکنجهش میکردند تا دوستانش را لو بدهد. بعضی‌ها خیلی مقاومت میکردند و کسی را لو نمیدادند و زیر شکنجه میمردند. اگر فردی را که گرفته بودن زیر شکنجه نمیتوانست طاقت بیاورد دوستانش را لو میداد، ساواک آنها را شناسایی میکرد، با اسلحه در خانه آنها را میشکست، وارد میشد، خانهشان را به هم میریخت تا چیزی پیدا کند. تمام آنها را به زندان میبردند. محاکمه فرمایشی میکردند.
بدون که محکوم بتواند وکیلی داشته باشد و صحن دادگاه هم از مردم خالی بود. پشت درهای بسته با شکنجه از آنها اعتراف می گرفتند، محکوم می کردند، بعد در تاریکی صبح به حیات زندان می بردند، ردیفشان می کردند و همه را تیرباران می کردند. اون زمان تمام کسانی که می دانستند شاه چه کار می کند تحصیل کرده با دانشگاهی بودند. اگر در دانشگاه دانشجویان اعتراض میکردن، یک لشکر ساواک میریختن دانشگاه و همه را میزدند و بیشترشان را به زندان میبردند. فقر در ایران غوغا میکرد. مردم روستاها که بیکار و فقیر بودند به حاشیه شهرهای بزرگ مثل تهران می آمدند و جوجای کار بودند. از اونجا که نه خانه داشتن و نه پولی، از پیت حلبی روغن جامد و فلزهای دیگر خانه می ساختند و زندگی می کردند. و اونجا حلبی آباد می گفتند. از پدر یا مادر بزرگتون بپرسید حلبی آباد کجا بوده. رژیم کشورهایی مثل چین، روسیه، کره شمالی هم مثل ولایت فقیه مستبد هستند. مردمشان آزاد نیستند، به اینترنت جهانی دسترسی ندارند، برایشان اینترنت دولتی درست کردند مثل ایران. به همین دلیل رژیم ملاها به این کشورها که هیچ کدام اسلام ندارند نزدیک شدند. به اینترنت جهانی دسترسی ندارند، برایشان اینترنت دولتی درست کردند مثل ایران. به همین دلیل رژیم ملاها به این کشورها که هیچ کدام اسلام ندارند نزدیک شدند و به آنها باج میدهند تا از رژیم ملاها پشتیبانی کنند. این کشورها فقط برای به تاراج بردن معادن، اسلحه و نفت مفت که از ایران میبرند به ما نزدیک شدند. دیدید زمان جنگ 12 روزه ایران اسرائیل هیچ کمکی به ایران نکردند. رژیم ایران نفت را با تخفیف 30 تا 40% به چین میفروشد که این 30 تا 40% مبلغ بسیار بسیار بزرگی است. چینی ها به جای دلار به ما اجناس آشغال میدهند و رژیم ایران آن آشغال ها را دلا پهنا به مردم بیچاره ایران میفروشد. شما مردم ایران با غیرت و باهوش هستید. فریب تبلیغات رضا پهلوی و آدمهایش را نخورید. اگر شاه خوب بود مگر مردم ایران دیوانه بودند او را کنار بگذارند؟ شما به رضا پهلوی بگویید مردم ایران ولی نمیخواهند، نه ولی فقیه نه ولی عصر. اونها مردم ایران را بیشعور پنداشتند، فکر میکنن باید ما ولی داشته باشیم. در قانون اساسی ولی فقیه و ولی عصر صاحب تمام ایران و مردمش هستند. بنابراین ما نمیتوانیم اونها را خلع و بیرون کنیم. قانون اساسی این اجازه را به ما نمیدهد. کشورهایی که به رضا پهلوی کمک میکنن دلشان برای مردم ایران نسوخته، میخوان مثل زمان شاه ولیعهد دست به سینه اونها باشه تا نفت و معادن ما را به یغما ببرن مثل زمان شاه و رضا شاه. راه به آزادی رسیدن ایران این است که حکومت ایران باید فقط جمهوری دموکراتیک، همان آزادی خواه باشد مثل فرانسه، آلمان، سوئیس، سوئد و تمام اروپا. ما در خارج و داخل ایران نخبگان زیادی در همه رشته‌های کاربردی داریم. آنها می توانند تا هنوز وضع ایران بی‌سامان است با هم ارتباط بگیرند، شورای تشکیل بدهند و آماده باشند که به ایران بیایند و دولت موقت تشکیل بدهند تا ایران سر و سامان بگیرد. بعد مردم ایران در انتخابات شرکت کنند و رئیس جمهور نخبه با سواد و انسانی را انتخاب کنند و تشکیل یک جمهوری دموکراتیک، همان آزادی خواه بدهند تا بتوانیم رئیس جمهور را در صورت مناسب نبودن برکنار کنیم.
رضا پهلوی و آدمهایش در سطح وسیعی دارند تبلیغ میکنند که او پادشاه ایران بشود. هنوز هیچی نشده خود رو دعوت کردند که به ایران بیایند و در کاخهای ایران مستقر شوند. خانواده شاه فکر میکنن ایران ارث پدریشان است. رضا پهلوی که یک لیسانس علوم سیاسی گرفته، این همه سال در آمریکا نتوانسته و نخواسته کار کند یا شرکتی از خود داشته باشد. این همه سال او و خانواده‌اش از پولها و جواهراتی که شاه و فرح از ایران دزدیدند و فرار کردند دارن همچنان پادشاهی میکنن. عروسی لاکچری و تولد لاکچری میگیرن. هدایای بسیار گرانی برای خودی ها میخرند. و حالا برای اینکه خودش مثل پدرش شاه بشود با تبلیغهایش غوغا به پا کرده و جوانها را فریب میدهد. رضا پهلوی با گنجی که از ایران دزدیدن الاف گشته و خوشگذرانی کرده. او هرگز درد مردم مصیبت زده و فقیر را نداشته. باید کسی رئیس جمهور بشود که سختی کشیده باشد، زحمت کشیده باشد. رضا پهلوی نه رنجی کشیده، نه میداند فقر چیست و مردم را درک نمی کند. او هرگز توانایی مملکت داری را ندارد و ایران را به ورطه تباهی می کشد. یاد من باشد ما ایرانی هستیم. تمام ملت ایران، بهایی، یهودی، زرتشتی، دراویش، سنی، شیعه، سوسیالیست، کمونیست، بی خدا و هر مرامی که دارن به خودشان مربوط می شود. ما با تنوع مذاهب و عقاید بدون تعصب باید دست در دست هم بدهیم و ایران را آباد کنیم. به هند 72 ملت میگویند، یعنی 72 دین و آیین دارند. آنها به کار همدیگر دخالت نمی کنند و ادیان آزادند. ادیان ما هم باید آزاد باشند. متاسفانه کشورهای بزرگ صنعتی و سرمایه‌داری دولت‌های سوسیالیست و کمونیست را رقیب خود می‌دانند. کاری کردند که بیشتر مردم ناآگاهانه از کمونیست بد بگویند. سوسیالیست به کسانی میگویند که میخواهند همه کشورها در رفاه باشند، کسی بیکار نباشد، همه بیمه باشند و از بهداشت رایگان استفاده کنند. کانادا هم مثل سوسیالیست ها عمل میکنند. در کانادا هیچ کسی گرسنه نمیماند. دولت به آنها پول و غذا میدهد. کمونیست یک پله جلوتر است از سوسیالیست. میگوید مساوات باید باشد، یعنی هر چقدر یک دکتر یا مهندس حقوق میگیرند، کارگر هم باید همانقدر حقوق بگیرد. ولی این باعث می شود که کسی دنبال تحصیل نرود و یک کارگر عادی باشد. به همین دلیل هیچ کشوری کمونیست نشد، چون کشورهای دیگر نه دکتر داشتند نه متخصص. سوسیالیست و کمونیست هیچ وقت نگفتند مردم باید بیدین و بی خدا باشند. کمونیست و سوسیالیست دین نیست، یک مرام است، یک ایدئولوژی است. آنها با رژیم‌های استبدادی و ظالم مبارزه می‌کنند. به همین دلیل با رژیم شاه و رژیم ملاها مبارزه کردند. شاه دست از مبارزین را تیرباران می‌کرد. اوایل انقلاب خمینی روی منحوس و جنایتکار خودش را نشان نداد. میگفت آب و برق باید مجانی باشد، نفت مال همه مردم است، کشور باید آزاد باشد، کاری به حجاب زنان نداشت. به همین منوال گذشت. همه چیز ارزان بود، به مبارزین چپ کاری نداشتند، همه مردم را فریب داد. او یکی یکی گروه‌های مبارز را نابود کرد. اول جمهوری ملی که
بازرگان و سپس بنی صدر بود مورد هجوم خمینی قرار گرفتن و بعد طوری رفتار میکردن که دیگر با کسی کاری ندارند. بعد از مدتی نوبت مجاهدین خلق که مسلمان بودند آنها را گرفتند، به زندان بردند و خیلی از آنها را مثل آب خوردن کشتند. دوباره طوری وانمود می‌کردند که به گروه‌های دیگر کاری ندارند. بعد از مدتی به سراغ توده‌ای‌ها رفتند، گرفتند، کشتند. دوباره آرام گرفتند و همه فکر می‌کردند دیگر به کسی کاری ندارند. بعد از زمانی به سراغ دیگر مبارزین رفتند. در سال 67 تمام مبارزین دیگر را گرفتند، زندانی کردند، بعد اعدام. اون سال انقدر کشتار زیاد بود که نمیتوانستند اونها را خاک کنند. در گورستان خاوران گودال خیلی بزرگی کندند و عزیزانمان را دست جمعی در گودال انداختند و خاک رویشان ریختند. حالا مادران و عزیزان اونها هر سال دور گودال می نشینند و مزار عزیزانشان را گلباران می کنند. پاسداران آنجا هم راحتشان نمی گذارند. به خمینی گفتند شما به مردم وعده های زیادی دادید و عمل نکردید. گفت فریبشان دادم. همه آنها را با اتهام‌های واهی و دروغ پشت درهای بسته دادگاه با شکنجه اعتراف گرفتن، محاکمه کردند، همه را کشتند و حالا که افسارشان پاره شده دیوانه‌وار آدم می‌کشند. زمان شاه مزدوران پهلوی به دبیرستان‌های دخترانه و پرورشگاه دخترانه می‌رفتند و دخترهای زیبا را به دربار شاهنشاهی می‌بردند و از آنها سوء استفاده می‌کردند. نگذارید خون جوانان و هموطنانمان به هدر برود و بار دیگر یک مستبد دیگر زمام امور ایران را به دست بگیرد. من دوباره از خوبی‌ها و بدی‌های محمد رضا شاه برای شما میگویم. به امید پیروزی و سرافرازی ایران بزرگ. شکوه.